از همین الان چند شب و روز مونده تصمیم قاطعانه، نیت صادقانه به خدا بگیم خدایا من بهشت میخوام. بگو به خدایا من دیگه بهشت میخوام، من تحمل عذاب قبر و دوزخ و جهنم ندارم. تصمیم گرفتم که این ماه رمضان ماه نجات و رهایی از عذاب قبر و جهنم و دوزخ برام باشه و ماه رسیدن و سزاوار شدن بهشت باشه برام. نمیتونی به خدا بگی؟ اون انسانی که نمیتونه با خداش راز و نیاز بکنه خیلی از خدا غافله و بریده و جدا شده. راز و نیاز بکنیم، تصمیم بگیریم. بعد از اینکه تصمیم رو گرفتیم برنامه تو بگو، برنامه بریز. حتی اگر خواهران بالاخص این برنامه ریزی رو بنویسن برای نظام خانوادگی که در شب و در روز ما چه کار انجام بدیم، تا این حد بنویسیم برای خودمون. یک، نمازهای 5 وقت چطوری بخونیم؟ تصمیم بگیریم نمازهای 5 وقتمون در ماه رمضان درست با جماعت تو مسجد که بعد از رمضان ادامه داشته باشه. نگو به حرمت رمضان ما نماز 5 وقت میخونیم. ما عبادتمون، روزمون برای کیه؟ برای خداست، نه برای رمضان. ما بنده رمضان نیستیم، بنده رب رمضانیم که الله عزوجل باشه. نمازهای 5 وقت جزو برنامه ریزیمون باشه با جماعت تو خونه خدا. چقدر ارزشمنده در حال روزه فرض در ماه مبارک رمضان به نماز صبح، به نماز ظهر، به نماز عصر، به نماز مغرب بیایید. چقدر اگر خداوند پرده رو برداره در اون لحظه چه جایگاهی دارید. روزه در ماه رمضان، اومدن به سوی خونه خدا برای ادای فریضه نماز، اینا همیشه جمع نمیشه با هم عزیزان. چقدر آدم روز قیامت حسرت میخوره این فرصت رو از دست میده. اصلی ترین قسمت و بخش در برنامه ریزی برای هر مسئله‌ای اون نیت و آرزو و تصمیم گیریست. تصمیم جدی. من میخوام تو این ماه رمضان در زندگی خودم تغییر و تحول به وجود بیارم، گذشته خودم رو پاک بکنم، آینده خودم رو روشن بکنم، رابطه خودم رو با خدای خودم مستحکم بکنم، ایمان خودم رو قوی بکنم، قلبم رو پاک بکنم، زبان خودم، رفتار خودم، اخلاق خودم، زندگی خانوادگی خودم با همسایگان، با فامیل و خویشاوندان، تو جامعه با همگان خوب بشم. من میخوام یه بنده موفق، خوب، خدا پسند باشم. مگر نمیشه؟ انسان نمیتونه مگه؟ تصمیم میخواد. تصمیمو بگیر، براش برنامه ریزی بکن، بعد از الله بخواه. اگر بغض و کینه دارید، قهرید. ما کسایی داریم از نزدیکترین افراد فامیل و خویشاوند خودشون قهرن، نه یه ماه، سالهاست. خواهر با خواهر، برادر با برادر، خواهر و برادر، با عمه با خاله با عمو قهرن، پشت کرده اند. پیغمبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام لا یدخل الجنة قاطع رحم. ما چطوری میخوایم وارد بهشت بشیم در حالی که رابطه خویشاوندی رو قطع کردیم؟ و پیغمبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام کسی که رابطه خویشاوندی رو قطع بکنه وارد بهشت نمیشه. خودمون رو آماده بکنیم، دلهامون رو پاک بکنیم. سالهای سال افراد هستن با همسایه قهرن، با مسلمون قهرن. مگه نمیدونیم که الله عزوجل به نامه اعمال و عملکرد انسانهایی که بغض و کینه دارن قهرن، نگاه هم نمیندازه به نامه اعمال و عملشون. برید سری به قبرستان بزنید. من خواهش من از جوانا بالاخص اینه، هنگام تشییع جنازه بریم، احیانا هم 2-3 نفر از دوستا با هم بشیم، بگیم بریم یه 10 دقیقه سری به قبرستان، به گورستان بزنیم.